پدیده اربعین یک پدیده غیر قابل توصیفی است، اصلا بی‌نظیر است، یک رزمایش عظیم و شگفتی ساز است این حرکت فوق‌العاده. و همطور که مکرر در این روزها گفته شد، در دنیا دیگه نظیری نداره. غربی ها هم نمیتوانند درک کنند این حرکت رو، یعنی چطور میشه. لذا شما میبینید دستگاه های تبلیغاتیشون اولا چند سال که سکوت میکنن، توطئه سکوت، کمترین حرکتی رو در هر جای دنیا اینا منعکس میکنن. این حرکت عظیم مردمی رو چند سال اینها اصلا اسمشو نیاوردن، اشاره‌ای بهش نکردن، تصویری ازش منتشر نکردن. این نشون دهنده این است که این فوران این سرچشمه فیاض به شدت اونها رو دستپاچه کرده، نمیتونن تحلیلش کنن. گاهی گفتن این رو دستهای دولتی به راه انداختن. کدوم دولتی میتوانه 10 میلیون 15 میلیون انسان رو، مرد، زن، پیر، جوان، قشرهای مختلف، راه بیاندازه 80 کیلومتر حداقل پیاده اینها رو بکشونه از یک شهر به یک شهر دیگه؟ کدام دولتی میتونه این کارو بکنه؟ حالا اگر فرض کنیم به فرض محال دولت جمهوری اسلامی و دولت عراق هم توانستن این کار رو بکنن، خودش یه معجزه دولتی است. خب شما هم بکنید اگه میتونید، اگر بلدید شما هم این کار رو راه بندازید. نه، جز عشق، جز ایمان، جز جوشندگی خون شهیدان والا مقام هیچ عاملی قادر نیست این حرکت رو انجام بده. کار بزرگی انجام گرفته است، روز به روز هم بهتر، قویتر، پخته‌تر و جا افتاده تر میشه. هر سالی از سال قبل بهتر میشه. انشالله بعد از این هم ادامه خواهد داشت و غربی ها هم مجبورن تماشا کنن و نتوانند تحلیل کنن، نتوانند بفهمند و ضربه این حرکت رو هم خواهند خورد.